روز 2 آگوست سال 2023 در یک ساختمان در حدود دهه کاندرات و نویه پرم یک کارگر تاجیک از قبط سیم بنا به شخص تلیف افتاده به هلاکت رسید. نظارات دولتی کار کشور پرم خبر داد که این فلاکت در میدان ساختمان شرکت استروی پنل کمپلکت رخ داده است. در میدان ساختمان استروی پنل کمپلکت یک شهروند تاجیکستان به هلاکت رسید. روز 2 آگوست سال 2023 اندوهگر هنگام اندوه کردن شفت قبط سیم بنا در دهه کاندرات و از بلندی به شخص تلیف افتاد. در نتیجه او جراحت‌های جسمانی برداشته جان داده است. خبر داده است نظارات دولتی کار. این یاد افزود است که کارمندانش یکجا با مفتشان فعلا برای معاین کردن تفصیلات مرگ این کارگر مشغول بوده. مسئله با شرکت ساختمانی قرارداد قانونی داشتن او را نیز تفتیش خواهند کرد. بنا به خبر دیگر از روسیه، در شهر نزران پایتخت سابق جمهوری انگوشستان در منطقه قفقاز شمالی یک شهروند تاجیکستان هموطن خود را کشته زده است. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی انگوشستان خبر داد که در پی با زخم کرد از قفس سینه در بیمارستان جمهوریوی بستری کردن یک جوان تاجیک، کارمندان پلیس فوراً به این بیمارخانه و جای حادثه رفته معاین کردند که بین جبردیده و یک هموطنش که همراه در یک خانه اجاره می نشستند مناقشه برخاست است و جوان 29 ساله دومی را از قفس سینه‌اش با کرد زخمی کرده از جای حادثه فرار کرده است. اما روز دیگر کارمندان پلیس مکان بود و باش حملگر را معاین و او را دستگیر کردند. او حالا در بازداشتگاه قرار دارد. به ضد این جوان تاجیک بر اساس قسم یکم ماده 212 کودکس جنایتی روسیه با اتهام رسانیدن آسیب میانه به سلامتی پرونده جنایتی گشودند و او بر اساس این بند قانون روسیه همچون جزا تا 6 ماه حبس و یا تا 3 سال محدود کردن آزادی، کارهای اصلاحی به همین مدت و یا نیز تا 3 سال زندان تهدید میکند. درباره سبب مناقشه دو مهاجر تاجیک در نزران در خبر چیزی گفته نشده است.